5 تا از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 تا 1918، جنگی که از اروپا شروع شد و کل دنیا رو درگیر کرد. بیش از 20 میلیون نفر کشته شدن فقط برای مرزهایی که دوباره تغییر کردن. جنگ‌های تیمور لنگ، فرمانروایی که با قدرت طلبی بی‌پایانش از هند تا ترکیه رو با آتش کشید. تخمین زده میشه حدود 30 میلیون نفر توی این فتوحات نابود شد. حمله مغول‌ها به چین، یکی از خونبارترین فصول تاریخ شرق آسیا. شهرها با خاک یکسان شدن و بیش از 40 میلیون نفر در این جنگ‌ها جونشون رو از دست دادن. جنگ داخلی چین، نبردی طولانی بین ملی‌گراها و کمونیست‌ها که از 1927 تا 1949 ادامه داشت. بیش از 45 میلیون کشته و نسلی که از بین رفت. جنگ جهانی دوم، بزرگترین فاجعه تاریخ بشر که از هولوکاست گرفته تا بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، بیش از 70 میلیون نفر قربانی شدند. جنگ اتفاقی جز مرگ و ویرانی چیزی برای بشر نداشت.